به نام خداوند بزرگ و توانا. به همه هموطنان شرافتمند افغانستان معلوم است ما جوانان ولایت تخار در ساحلان دراز در مقابل ظلم، بی‌عدالتی و همچنین تروریسم قاتلانه ایستادگی مبارزه نموده ایم. بناهن یک بار دیگر در برابر ظلم و وحشت طالبان، تروریست و سایر گروه های اجنبی منطقه و مزدوران استخبارات پاکستان نگفته حمایت خیش را از رهبر جوان مقامات ملی افغانستان محترم احمد مسعود اعلان داشتیم. مبارزات خیش را رسانه آغاز می نماییم. به همه مردم با عزت و آزادی کشور اطمینان می دهیم که تا از آزادی کامل مردم کشور را از چنگال تروریسم مبارزه خواهد کرد. در این راه از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی کنیم و من الله توفیق.